سخت‌ترین جنگی که ما داریم توی زندگی جنگ با دیگران نیست، جنگ با خودمونه. تا حالا شده قسم بخوری دیگه این اشتباه رو تکرار نمی‌کنی، ولی باز هم چند روز بعد خودتو ببینی داری همونو انجام میدی. اینجاست که باید بفهمیم پشت صحنه زندگیمون یه چیزی هست به اسم ناخودآگاه و جالب اینجاست 95% تصمیم‌ها و کارهای روزمره ما رو همین ناخودآگاه کنترل میکنه، نه اون ذهنی که الان باهاش داری منو میشنوی. خب مغز ما یه جور ماشین بقاست. از بچگی تا امروز هر تجربه، هر ترس، هر جمله‌ای که شنیدیم یه جایی توی ناخودآگاهمون ذخیره شده. ناخودآگاه مثل یه فایل عظیم توی پشت پرده است که فقط میخواد ما زنده بمونیم، نه اینکه خوشحال باشیم. واسه همینه که وقتی میخوای عادت بدی رو ترک کنی یا از رابطه ای بیای بیرون یا شغل قدیمی رو ول کنی، یه صدای درون میگه نه، نکن، خطرناکه. در حالی که اون صدا واقعاً فقط یه ترس قدیمیه که برنامه ریزی شده. ما فکر میکنیم تصمیم گیری دستمونه، ولی واقعیت اینه که ناخودآگاه یه جور فرمانده مخفیه که مدام کشتی زندگی رو هدایت میکنه. اگه از زاویه معنوی نگاه کنیم تقریباً همه مکتب‌های بزرگ یه حرف مشترک دارن. بودا میگه ذهن همه چیزه، هر چیزی که فکر میکنی همون میشی. یعنی دنیای بیرونت انعکاس افکار درونته. توی گیتا هم گفته شده آدم ساخته اندیشه هاست. همون چیزی میشه که در دل پرورش میده. و مولانا که میگه این جهان کوه هست و فعل ما ندا، سوی ما آید نداها را صدا. یعنی هر چیزی بفرستی بیرون همونو با قدرت چند برابر بهت برمیگردونه. اگه درونمون پر از شک، ترس و خشم باشه بیرونمون هم مدام همونو تجربه میکنه. ولی اگه یاد بگیریم ناخودآگاه رو دوباره بسازیم دنیامون تغییر میکنه. حالا بذار خیلی ساده بگم چه چیزهایی ناخودآگاه رو آلوده میکنه. اولی ترسه. ترس از شکست، ترس از تنهایی، ترس از قضاوت. اینا تو ناخودآگاه مثل یه ترمز قوی عمل میکنن و جلوی حرکتت رو میگیره. دومی باورهای محدود کننده است. اون جمله هایی که از بچگی شنیدیم. تو هیچی نمیشی، تو به درد نمیخوری، پول در آوردن سخته. اینا همه توی ناخودآگاه تبدیل میشن به قانون زندگی. سومی تکرارهای منفیه. هر وقت خودتو سرزنش میکنی یا تو ذهنت مدام یه سناریوی منفی رو مرور میکنی ناخودآگاهت همونو قوی تر میکنه. و چهارمی محیط مسمومه. آدم‌ها، فضاها، حتی اخبار منفی ناخودآگاه مثل اسفنج همه چی رو جذب میکنه، چه بخوای چه نخوای. اگه مدام وسط انرژی منفی باشی باورت میشه دنیا جای ناامنیه. خب حالا سوال اصلی اینجاست چی کار کنیم؟ چه راهکاری وجود داره ذهنمون رو دوباره برنامه ریزی کنیم؟ اولیش مدیتیشنه.
مدیتیشن کمک میکنه اون سر و صدای دائمی ذهن خاموش بشه و تو بتونی مستقیم‌تر با ناخودآگاهت ارتباط بگیری. دومیش تکرار جملات تأکیدیه. مغز فرق بین دروغ و حقیقت رو نمیفهمه. هر چی رو که بهش بگی کم کم به عنوان حقیقت ثبتش میکنه. سوم تصویرسازی ذهنیه. ورزشکارای حرفه‌ای سالهاست قبل از مسابقه دقیقاً پیروزی رو تجسم میکنن و تحقیقات نشون داده مغز اون تصویرسازی رو مثل تجربه واقعی پردازش میکنه. چهارم پاکسازی محیطه. هر کسی یا چیزی که مدام ناامیدت میکنه یا انرژی تو میگیره باید حداقل فاصله رو باهاش حفظ کنی. پنجم نوشتن باوراته. خیلی ساده روی کاغذ بنویس چه باوری جلوی راه هم وایساده و بعد برعکسش رو به عنوان برنامه جدید وارد ذهنت کن و در نهایت تکرار در حالت آلفا، یعنی درست قبل خواب یا بلافاصله بعد بیدار شدن، چون اون موقع ناخودآگاه در دسترس ترین حالت ممکنه و چون ناخودآگاه مثل یه زمین حاصلخیزه، فرقی نداره توش علف هرز بکاری یا بذر گل، زمین رو هرچی بکاری با قدرت چند برابر بهت پس میده. اگه امروز زندگیت پر از دردسر و آشوبه، این نتیجه بذراییه که سالها پیش تو ذهنت کاشتی. ولی خبر خوب اینه که از همین امروز میشه شروع کرد به کاشتن بذرای تازه. بذر اعتماد به نفس، امید، آرامش، عشق. مهم اینه که تصمیم بگیری، چون از لحظه‌ای که شروع کنی کم کم بیرونت هم عوض میشه. اگه میتونستی فقط یه باور منفی رو از ناخودآگاهت پاک کنی، اون چی بود؟ برام بنویس و لایک و سابسکرایب یادت نره. مرسی که از من حمایت میکنی.